مجاهد شاگرد ابن عباس طاغوت چی از گفته شرح داد. طاغوت شخصی است که خود را حکم میگذارد غیر الله و حکم میکند در بین مردم. طاغوت شخصی است که خود را حکم میگذارد غیر الله و حکم میکند در بین مردم. بدانید برادرها، مسلمان در حیاتش با مشکلات و دشواری ها رو برا می شود. چطور این مشکلات را حل می کند؟ تنها در اساس قانون های الله. و غیر این حکم چیز دیگری ممکن نیست برای مسلمان. میگه ما با تو شرطنامه بستیم، بعد شرطنامه بحث پیدا شد. میریم به درگاه سودی محلی و مراجعت میکنی به او، نه تو مسلمان هستی. از بس که تو مسلمان هستی تو میتونی مراجعت کنی تنها به حکم الله. اگر تو مراجعت کنی به حکم غیر نازل کرده الله، تو وی را همچون اله قرار میدهی. قرار میدهی همچون اله غیر الله، طاغوتی که پرستش میکنن. این میان تو و اسلام بودگی رابطه را میشکند. یک گروه آدمان هستند که میگن ما به الله و به محمد ایمان داریم و همچون ایمان داریم به آن چیزی که نازل شد پیش از محمد، به عیسی و موسی و ابراهیم، بر همشون ایمان داریم. لیکن الله میگوید که آنها تنها فکر میکنند که ایمان آوردند. در اصل آنها حقیقتا ایمان نآوردند، بلکه فکر میکنند که مؤمن هستند. پروردگار تو به تو چی امر کرد؟ کفر آوردن به طاغوت و رو گرداندن از او. اگر تو این امر الله را اجرا نکنی، نوبسته از آن که چند قدر دعوا کنی که ایمان آوردی. چگونه که در ما میگویند و 5 باز 5 را علاوه کن. حتی بگویی که به الله و به همه پیامبرانش ایمان آوردم، در نزد الله تو تنها فکر میکنی که ایمان آوردی. هر کسی که میگذارد قانونهایی را که غیر قانون الله و پیامبر او، چه محکمه سود باشد یا حاکم باشد یا رئیس محله باشد، عرف و عادت باشد، فرق ندارد. اگر آن حکم کند در بین مردم به غیر قانون الله، الله آنها را طاغوت گفت. و کسانی که به آنها مراجعت میکند و میخواهد که آنها را حکم کند و همچون او را عبادت کرده علاقه با الله بوده را میکند. طاغوت ضد الله برآمده از حدش گذشتگی هر شخص. طاغوت به زوری مجبور میکند که او را عبادت کنند، یعنی مجبور میکند که او را پرستش کنند. یا که طاغوت مجبور نمیکند، لیکن انسانها به اراده خود او را عبادت میکنند. بگذار این شیطان باشد هم یا انسان یا که درخت یا که سنگ، فرق ندارد. گفت امام طبری هر کسی که ضد قانونهای الله میبراید و قبول نمیکند او را، وی برای ما طاغوت است. طاغوت در نزد الله از حدش گذشتگی هر شخص. کسی است که عبادت میکند غیر الله را، کسی است که طاعت میکند غیر الله را، یا کسی را که همچون پیشوا تعیین کرده به جای الله او را اطاعت میکند.